ما هشدار داده بودیم که 48 ساعت اگر سایت‌های قمار شرط بندی فیلتر نشه مشخص میشه که دولت روحانی هم در این پولشویی‌ها و قمارها دست داره و خودش هم بعدش نمیاد که این پولشویی‌ها انجام بشه. فیلترینگ در ایران در اختیار کارگروه تعیین مصادیق مجرمان است که 12 تا عضو داره که 6 نفر از این 12 عضو وزرای دولت روحانیه. 50% از فیلترینگ ایران در اختیار دولت روحانی. پس دروغ میگه آقای روحانی فیلترینگ تلگرام در اختیار ما نیست. دروغ میگه که فیلترینگ سایت‌ها در اختیار ما نیست. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. ما بهشون یاد میدیم که به مردم دروغ نگن. دور زدن فیلترینگ ممنوع طبق قانون. بنده قانون رو دور نزدم. در توییتر هم عضوم نیست. منع قانونی هم نداره. ما بهشون یاد میدیم فیلتر نکنن اینستاگرام رو، توییتر رو که حق مردم گردش آزاد اطلاعات. بعد خودشون برن تو این شبکه‌های اجتماعی عضو بشن و که آبی. امشب ساعت 10 شب به وقت ایران حمله هماهنگ ریپورتی می‌کنیم به پیج اینستاگرام آذری جهرومی وزیر ارتباطات که تاثیرگذارترین شب در فیلترینگ سایت‌های شرط بندی و تلگرام. آموزش ریپورت هم در کانال تلگرامی زیر قرار داره.